مدت هاست که بعد از رسانه‌ای شدن خبری کلاهبرداری بزرگ همه به دنبال مکانی هستند که شخص کلاهبردار قرار است پولهایشان را در آن خرج کند و این بهشت تبهکاران جایی نیست جز کانادا. میدونی سرا کانادا جزئی از مستعمرات بریتانیا به شمار می رفت و بالاترین مقام مسئول این کشور فرماندار بود که از پادشاه بریتانیا فرمان می گرفت. اما حوادث روزگار به نوعی رقم خورد که این سرزمین پهناور تبدیل به کشور کانادای امروزی شود و دارای فرماندار کل، نخست وزیر، پارلمان و نمایندگان پارلمان و همچنین قاضی کل شود. کلید این که چرا کانادا از لحاظ اقتصادی به چنین رشدی رسیده است را شاید بتوان در مجله تایکون چاپ سال 2022 جستجو کرد. جدی میفرمایی؟ جایی که اردوان خاوری، پسر محمود خاوری از محکومان مالی در ایران، به عنوان تاجر الهام بخش معرفی می شود. این مجله در توصیف او می نویسد او در یک خانواده کارآفرین بزرگ شده است و بینش تجاری به او ارث رسیده است. خیلی اوضاع خیته. خواندن همین چند کلمه شاید برای کسانی که محمود خاوری را میشناسند قابل هضم نباشد، اما چیزی که به جرأت میتوان گفت این است که کانادا به بهشت اختلاسگران تبدیل شده است. اما چرا اکثر محکومان مالی و کلاهبرداران مالی کانادا را برای پارک کردن پولهایشان انتخاب میکنند؟ واسه چی؟ شاید اصلی ترین دلیل برای ایرانیان عدم روابط دیپلماتیک بین دو کشور باشد که بر طبق آن قانون استرداد مجرمان را عملاً بی‌اعتبار ساخته است. اما نکته جالب اینجاست که کانادا تنها پناهگاه مجرمان مالی ایرانی نیست، بلکه پناهگاه مجرمان سایر کشورها مثل چین و روسیه نیز است. مهمترین دلیل را شاید بتوان در قوانین مالی و سرمایه‌گذاری کانادا جستجو کرد. طبق قوانین مالی کانادا، فرد هنگام مهاجرت به این کشور مبلغی را به عنوان سرمایه ورودی اعلام می‌کند و طبق قوانین پولی کانادا این مبلغ معاف از مالیات است و بابت نقل و انتقال این پول از کشور مبدأ به کانادا هیچ مالیاتی کسر نمی‌گردد که در مبالغ بسیار بالای چند ده میلیون دلاری این یک مشوق بسیار خوب است. نکته دوم این که ایالت ونکوور و تورنتوی کانادا از گرانترین شهرهای دنیا به شمار می روند و افراد ثروتمند بیشماری از سراسر دنیا در این دو شهر سرمایه گذاری می کنند. پس مخفی کردن پولهای دزدی و کلاهبرداری در میان آن همه پول کار زیاد سختی به نظر نمی رسد. سوال اینجاست که آیا دولت کانادا از مبدأ این پولها اطلاع ندارد؟ اگر این نکته را بدانید که یکی از دقیق‌ترین سیستم‌های مالیاتی جهان متعلق به کاناداست، احتمالاً به جواب سوال نزدیک خواهید شد. دولت کانادا بیشترین درآمدش را از مالیات خرید و فروش به دست می‌آورد که ورود سالانه این حجم از پول به این کشور و سود دولت از مالیات خرید و فروش ناشی از این معاملات باعث می‌شود زیاد به نحوه به دست آمدن آنها توجهی نشود. حالا به نظر شما مالک کوروش کمپانی پولها رو کجا خرج خواهد کرد؟ اینجا سیکسته و من سیاوش معصومی سعی میکنم از دریچه‌ای نو به قضایا نگاه کنم. با من همراه باشید.